خب با سلام مجدد بچه ها به کلاس ریاضی صنف ششم هم خوش آمدین. من علی تابش هستم از وبسایت آموزشی صفر. خب ما رسیدیم به فصل پنجم از کتاب درسی شما و در این درس راجع به هندسه، ابزار و آلات هندسی صحبت میکنیم. اوکی بچه ها، هدف از این درسی است که درس سختی نیست، منتها درس پایه هست برای بحث های هندسی در صنف های بعدی، سال های بعدی شما. اوکی بچه ها، خب هدف از درس است که شما با یک سری آلات و یا وسایل و ابزار هندسی آشنا شوین که مثلا برای رسم یک مستطیل، برای رسم یک مثلث، برای رسم یک دایره از چه ابزار و آلاتی استفاده میکنیم و باید استفاده کنیم. اوکی بچه ها، مثلا دیوایدر یعنی دو سوزنه که اینجا میبینین، یا مثلا خطکش که برای رسم یک پاره خط به کار میبرم. اوکی بچه ها، ببخشید. اوکی. و یا هم مثلا پرکار. کاربرد پرکار چیه؟ از پرکار ما فرق پرکار با دو سوزنه است که مثلا در پرکار ما میتونیم یک مداد یا یک قلم پنسل وصل کنیم و همراه این قلم پنسل می توانیم یک خط منحنی رسم کنیم یا یک قوس، یک نیم دایره، یا حتی می توانیم دایره رسم کنیم، یا مثلا یک خط عمود در یک نقطه یا بالای یک خط دیگر رسم کنیم، یا مثلا هم می توانیم یک زاویه را به دو زاویه مساوی تقسیم کنیم. اوکی بچه ها، خب این هم از کاربرد پرکار ما که الان میریم در یک انیمیشن ما به شما همه از این ابزار را نشان میدیم. اوکی بچه ها، خب ابزار بعدی ما گونیا هست. اوکی، که باز هم از یکی از دیگر ابزار هندسیه که برای رسم کردن مثلث قایم زاویه به کار برده میشه، یا مثلا برای رسم کردن دو خط موازی و یا یک خط عمود بر یک خط دیگه. اوکی بچه ها، یک از ابزارهای هندسی دیگه ما نقاله هست که به صورت یا به شکل نیم دایره هست و از این ابزار برای ترسیم کردن نیم دایره به کار برده میشه، یا همینطور برای اندازه گیری یک زاویه. اوکی، اگر شما بخواین زاویه یک مثلث را اندازه بگیرین، از این ابزار استفاده میکنین و میبینین که این نیم دایره در واقع به واحدهای خیلی خیلی کوچک تقسیم شده که هر یک از این واحدها را ما یک درجه نامگذاری میکنیم. این الان از 0 درجه تا از اینجا تا 180 درجه به واحدهای کوچک تقسیم شده، یعنی در واقع از 0 درجه تا 180 درجه. اوکی بچه ها، خب این هم از نقاله ما. ابزار دیگه، خب وضعیت خط، این مربوط به درس بعدی ما میشه. حالا میریم ما یک انیمیشن آماده کردم و میریم اون انیمیشن رو با هم نگاه میکنیم. اوکی بچه، خب انیمیشن ما اینجا بود. آها، خب بحث هندسه و کاربرد ابزار و آلات هندسی. مثلا ما نیاز به مداد داریم بچه ها. اوکی، اینم پرکار ما هست. اوکی بچه ها، این انیمیشن رو ما در سایت آپلود میکنم، میتونین شما از سایت دانلود کنین در کامپیوتر و همراهش بازی کنین مثلا. اوکی بچه ها، اینم خطکش ما هست. اوکی بچه ها، و این هم گونیای ما هست. اوکی بچه ها، که در درس توضیح دادیم. اوکی بچه ها، گونیا رو اینجا میگذاریم و این هم نقاله ما هست. اوکی بچه ها، خب حالا تک تک از این ابزارها رو برمیداریم و میریم مثلا چکار کنیم؟ میریم یک مثلث قایم الزاویه رسم کنیم.
اوکی بچه ها. خب برای رسم مثلث یا قایم الزاویه میتونیم از خطکش استفاده کنیم و میتونیم هم از گونیا استفاده کنیم. اوکی بچه ها. خب میریم مثلا یک خط یک پاره خط رسم میکنیم که مثلا از این نقطه شروع شوه و اندازش مثلا 10 سانتی متر باشه. اوکی بچه ها. خب با قلم میاییم یا با مداد این دو نقطه رو به هم وصل میکنیم و رقمی ما یک پاره خط را به دست میاریم. درسته بچه ها؟ خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم یک مثلث قایم الزاویه به اصطلاح رسم میکنیم. اینجا یک اوکی مثلا اینجا. اوکی بچه ها، این دو نقطه رو هم به هم وصل میکنیم. اوکی بچه ها و مداد رو اینجا رهاش میکنیم. خب گونیا رو ور میداریم، خطکش هم ور میداریم. اوکی بچه، حالا ما میخوایم مثلا اندازه این میخوایم بدونیم آیا واقعا این 90 درجه هست یا نه. اوکی خب خیلی راحت نقاله را روی این پاره خط قرار میدیم. اوکی بعد یواش یواش آروم نزدیک میکنیم. میری بینین بچه ها که این خط عمود ما بر خطی که بر این پاره خط دیگه به صورت عمود رسم کردیم دقیقا زاویه بین این دوتا 90 درجه تشکیل میده اینجا. درسته؟ یعنی از اینجا تا اینجا دقیقا 90 درجه هست. اوکی بچه ها. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم میایم من نقاله رو بر میدارم، میایم یک از این دفعه از پرکار استفاده میکنیم. اوکی بچه ها، با پرکار میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این زاویه 90 درجه را به دو زاویه مساوی تقسیم کنیم. خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم یک اوکی فکر کردم اسکرین ریکوردر از کار افتاده. اوکی بچه خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم با پرکار دقیقا روی نقطه یعنی کنج زاویه نگه میداریم. بعد روی پرکار راست کلیک میکنیم لوه. اوکی بعد یک قوس یا یک نیم دایره رسم میکنیم. اوکی بچه بعد چی کار میکنیم؟ بعد میاییم اینجایی که پاره خط ما این دایره را قطع میکنه و نیم دایره را بعد کمی پرکارمون رو باز میکنیم، باز یک پاره خط اینجوری رسم میکنیم. اوکی بچه ها بعد دوباره در این قسمت قرار میدیم پرکار ما را. اوکی بعد دوباره میریم رسم میکنیم. اوکی بچه ها ما کم اضافه روی کردیم ده اندازه نیم دایره ها اشکالی نداره. خب کار ما تقریبا تمام است. پرکار رو ور میداریم. حالا میان چیکار میکنیم؟ با خطکش این نقطه را با این نقطه متقاطع دو کمانک این دوتا رو با هم وصل میکنیم. اوکی بچه ها از اینجا اینطوری این دوتا را با
اینطور. اوکی بچه ها، یکم سخت هسته. اوکی اوکی. الان دیگه کار ما تمام است. اوکی بچه ها، خب دوباره اگر بخوایم ما میبینین بچه ها دقیقاً این زاویه 90 درجه ما به دو زاویه مساوی یعنی 45 درجه تقسیم شده. شما اگر بخواین دقیقاً مثلا از اینجا یعنی از اینجا تا اینجا را اگر بخواین روی نقاله بخوانین 45 درجه اوکی 45 درجه و از اینجا تا اینجا هم 45 درجه. اوکی بچه ها، خب شما با ابزار و آلات هندسی که برای رسم یک زاویه مستطیل مربع لازم است با این ابزار و آلات آشنا شدیم. در درس بعدی میریم سراغ پاره خط و مستطیل و از این حرفا. اوکی بچه ها، امیدوارم این درس برای شما مفید واقع شود و بتونین از این ابزار و آلات هم استفاده کنین. من این انیمیشن رو در سایت آپلود میکنم و از اینجا میتونین دانلود کنین در کامپیوتر خود و باهاش بازی کنین و ساتیری کنین. اوکی خب، روز خوبی داشته باشین تا درس بعدی. خدا نگهدار.